اپی برگی گل و دخترش کاری را انجام می دهند که مردان از ترس کمر درد شدن از آن حذر می کنند. نبودی جای کار و دیگر منبع درآمد، برگی گل علیمدوی 50 ساله و مستانه 19 ساله را مجبور کرده است خیشت بریزند و روزگاری خانواده را پیش برند. مادر و دختری زحمتکش از محله چمنزار کلاب همین تابستان 6000 خیشت ریختند و اندکی بیشتر از $300 کار کردند. 2 سال 3 سال میشه میام همطوری شرایط که نداریم قش میزنیم میفروشیم. خیلی مردم کار نمیکنه، یگان کار است کار نیست. شوهر اپی برگی گل و دو پسرش صبح صادق برای کار از خانه به در می شوند و شامگاهان برمیگردند. از بس که نه همه روز دستی پر می آیند، بانوان خانواده خیشت ریزی را پیشه کردند تا منبع دیگری برای درآمد باشد. آرزوی مستانه که سال گذشته مکتب را ختم کرد، تحصیل در دانشگاه است. آرزویی که گریه‌اش را می آورد. شرایط نیست که برای سوم سپویدن چکنیم. مشتریان اپی برگی گل همسایه هایند و برای هر خیشت تا 40 درهم می پردازند. از خیشت های مادر و دختر در محله چمنزار کلاب خانه های عظیمی بنیاد کردند، ولی پول خیشت ریزی برای ساختن خانه درست برای خودشان کافی نیست. سامانی هایی که خیشت ریزی به بودجه خانواده می آورد برای نان و خریدن آب در این محله بی آب صرف می شود یا برای نگاهبینی برادر معلول خوردی که به معالجه و نگاهبینی دائمی احتیاج دارد. اپی برگی گل می گوید از خاک و به سختی پول می یابد، پولی که مثل آب می رود.